سلام دوستان، به چنل دوتا باز خوش اومدید. خب امروز میخوام یک بازی بکنیم با تاید هانتر. امیدوارم که خوشتون بیاد. خب بریم واسه بند کردن. من معمولا لیون رو بند میکنم، اصلا ازش خوشم نمیاد. خب دارم میپرسم بچه ها از یارام که چی برم، ساب، کری، تانک. خب یکی از بچه ها که میره فارم از همون دوستمون خواست که تانک برم. خب همین تاید هانتر هیرو تانکی هم هست. دوستان سابسکرایب یادتون نره. بریم واسه تانک شدن. نوشتم بچه ها ساپورت یعنی بیاد آپ، یعنی ساپورت بیاد بالا که چی؟ من تانک بشم. به نظرتون بچه های بازی برده یا باخته؟ نظرتون رو حتما برام کامنت کنید. این بچه ما یک زمانی به این هیرو میگفتیم با بزرگ. تو کلوب میرفتیم با بچه ها، اسمش به با بزرگ در اومده بود. هیرومون در برابر اونا ساپورت ما تقریبا یکی داریم، اونا هم تقریبا یکی دارن. ولی خب کری اونا فقط یه دونه همین شماره 10 شونه، ما هم که شماره 2 مون کریه. بریم ببینیم چی میشه دیگه بازی. بله فرست بلد هم گرفتن یارامون. برو ای بابا عیب نداره بچه، از اول بازیه. فعلا یک مساوی. کجا میگه وایستا؟ شمنم لولاش هنوز اگه 2 یا 3 میداشت مرده بود. اب نداره هنوز وقت زیاد. با هر هیروی بچه ها دوست داشتین که ببینین حالا یا آموزش خواستین به این بگین که براتون هم آموزش رو هم ویدیوی بازیش رو براتون بذارم.
یکی دیگه هم گرفتن یارای ما، شدیم 2-1. ولی بچه ها هیچ هیروی مثل بریستلبک و اگز تانک نیستن ها. واقعا اصلا واقعا تانکن. حالا من اینو تانکش میکنم در حدی که یارا مثلا بتونن بازی رو جمع کنن، ولی خب اونا رو من بیشتر قبول دارم، مولایی بازی میکنن. خب این دراورنجر چی میگه اینجا؟ جلوتر نگاه نمیاد. اگه یکی میاد جلوتر، جلو تاور تمام بود. مانا هم که نداریم ما. خدایش شد. دو شدیم. به شمن گفتم میشه یونیت نزنی که من شاه بشم. آره گفت نمیزنم. مرسی شمن. تو ساپورت دیگه، تو که نباید شاه بشی. نوشته نمیتونه بزنی. الان میزنم. اشمات فر بکن. اینا چهار لول 3 اتک فلشه. حالا میزنم بعدا میبینیم. به این خوشگلی دارم پول جمع میکنم، میگه نمیتونی. بیا حال مثبتایی که میاد بالا. کیف کن کیف. دقیقه 5 جا هنوز فعلا که بازی یک نواخته فعلا اول بازی. بعد ببینیم پایین بچه ها اسس دادن. اسس میدونین چیه؟ اسس یعنی اینکه آقا مثلا تو این لاین 2 نفرین، اونا هم 2 نفرن، اگه یکی از اونا از لاین میره، اینجا بچه ها اسس رو تایپ میکنن که انگار یه نفرشون رفته که نرن رکبشون. ببینین چه اسسی داریم یارمون. حواستون باشه اگه تو مپ دیدین کسی نوشته اسس، البته رنگا مشخصه، مثلا بنفش ما پایینه رنگ بنفش. بله کشتمشون. خب اینم اگه وایسه میزنیمش که فرار کرد. پس بچه حواستون باشه اسس یعنی یک نفر نیست، حالا یا رفته رکب یا کلا رفته تو آبش خور نیست، به هر حال تو لاین نیست، بچه ها نمیبیننش.
حواستون باشه که یهویی نیاد رو سرتون به 2 نفر 3 نفر. دراگونجر هم دلش خوشه مثلا اتک میده من. هنوز که اول بازی بعدا 10 دقیقه رو دیگه من اتک خوردم. بیا تابر رومه، بیا 2 نفر رومه، بیا کجا؟ وایستا. ها کجا؟ بزن سایلنس هم بره، بزن مرسی یار. به همین راحتی. بیا چه اتک فلش داد. هیچی میگه وایستا کجا؟ آخ نرسید یارم. اگه میرسید میگرفتش یه مرده بود. مثلا بچه مهم نیست که هیرو چی باشه، مهم اینه که بتونی باهاش بازی کنی. همه هیرو توی دوتا شاخن، مهم اینه که بتونی باهاش بازی کنی. مثلا براش ببینی آیتم چی ببندی، لولاتو چجوری بزنی، همش مهمه. چه اسسی دادن. خب یارم رفت پایین کمک. شماره 10 شون رفته پایین. اینجا دیگه نمیتونه پول جمع کنه و کیل بگیره. بارو بندی رو جمع کرد رفت. خدافظ. خب ونگارد هم بسته شد دیگه. تانکی مثلا شروع شد دیگه. این ونگارد بچه ها ببینید خیلی آیتم بالیه. یعنی کسی بخواید تانک کنی اول باید ونگارد ببندی. مبلغی هم نداره آقا مثلا بخواید ببندی. کلن 2 تومن اگه پول بخواد. این بچه هیروی شماره 8 یک زمان بهش میگفتیم کنگوز. یک به لهجه مشهدی نمیدونم سوسکی کخی چیزیه، شاید نشینده باشیم ولی خب کنگوز شبیه جیرجیره که بچه ها ببینید. همین جیرجیره مانواتو میخوشکنه. مانا هم زیاد لازم داره این تاید هانتر. لولاش ببینید بچه ها 650 تا لول میخواد، یکش 100 تا لول مانا میخواد. خب یارمون اومد ببینیم میتونیم بزنیم این کنگوزو یا نه. یکی از لولاش غیبی هم هست، باید وارداوی بخریم بعدم براش. خب بریم ببینیم پایین چه خبره. ایدن سرویس میدونی بچه ها اومدم تلپورت کنم، یک کرد تلپورتم خراب شد. مجبورم با پای پیاده این همه را برم. آخ راورنجر نگاه مانا ندارم. تمام خدافظ. هشیش بچه ها جلوی
نزدیک 12 هم هست. خب بریم پایین ببینیم. او 3 نفرن. تو یارای ما هم 2 نفر هستن. آها یکی که مرد. نفر دوم همین دراو رنجر هیرو منه. حال میده بکشمش. میبینی سریع مثلا اتک میخوره. نگاه بچه ها تانک باشی جلو تابر وسط از 4 تا هیرو همونجوری وای میشی برای یارات، حالا یا لول میزنی یا هرچی، به یارات کمک میکنه که کیل بگیرن. ببین اصلا 2 نفر دنبال من انگار نه انگار. اینا چون میگم یاد داشته باشی اینجوری میبینیم از لولای این درخت ها میونبور میزنی گیج میشن نمیتونن بگیرنت. ولی خب بازم 4 نفر بودن به خودش. اگه نمیموردم ظلم بود. بازم 10-8 جلوی ما. خوابم داد. دیدی بچه ها اتک فلش رو دیدین؟ اتکش که بره بالا و هم یک اتک تمام یونیت ها میمیرن. هر تقریبا 2 ثانیه یه اتک فلش میده. لول 3 2 ثانیه کلدون داره. پایین دارن علامت میدن. اتک فلش دیدین؟ میشه جوین داون جون بدین. میشه وارد بگی بیا. با کی این خود یه نفر وارد بگیره بره دیالا هر کی بود. خب شادوفیان چی میگه؟ بزنم پرپرش کنم. ماشالله. آخ یارشم اومد. میبینید بچه ها 3 نفر شدن. این شماره 10 شما بچه ها یکش یک لولیه که با سرعت 120 تا میاد رود. بخره زدن 3 نفر بودن. هنوز ما جلوی اصلا جایی هیچ نگرانی نیست. آلچم که فارمره کلن تا دقیقه 60-70 فقط فارم. درابرنجر هم هیروی خوبی اگه بتونی باش یاد بگیرین. گفتم بچه ها همه هیروها خوبن، فقط باید بتونی بازی کنی باش. حتی بیارات هم بستگی داره. یارات به قول ما گوش نباشن. اسم یارمون چی بده؟ چیز دست نوشته بیادم. یک اسم های عجب عجب می‌نویسن بعضی ها. حالا ما گفتیم تانکیم دیگه در شیشم نداره. های اسف مثل که میخواد بمیره. آخ کشتن. اینا نگاه بچه هم میدونی 2-3 نفری با هم هم نداره.
4 تا کیل گرفتم، 4 تا کیل دادم، یکی هم اسیست دارم. من اشتباه میکنم، من میرم وسط شون یارم هم نیستن، من باید برم وسط شون. باید یارم باشن، من تانک بشم، اینا دیگه بزننشون. نوشته نزن فارما رو، فارمرمون. تمام، یه نفر، 2 نفرشون، 3 نفرشون مردن، یارمون دابل کیل گرفت. همین راحتی. لول 6 شمان هم خیلی خوبه. نشته اینا کاور بدیم برم وارد بکنم. دیدیم چون اینجا وارد کاشت. ساپورت دیگه وظیفش وارد کاشتن تو مپ دیگه. هم باید فارما رو استک کنه، هم وارد بکاره، هم هوا یاراشو داشته باشه. مثلا موقع کیل گرفتن لول بزنه. اکثر ساپورت هم لولاشون یک جوریه که حالا یا مثلا ایمپل میکنن یا هیرو رو میگیرن تو این مایه هاست، مثلا یاران دیگه بتونن بهش اتک بدن و لول بزنن روش. خب اینجا یه درگیری دیگه داریم. و اینجوری تاورشون میتونیم بزنیمشون یا نه. خواهی خدافزی. یه نفرشون البته یارمون رو دارن میکشن. کنغاز واسه خواب کنغاز سوسک. این مارتین هم همشهری ماه که 051 بزنیمش. این میرانا همین که میپره فرار میکنه دنسرس. این هم که غیب کرد دست نشد، با نشد بزنیمش. نه الان ببین بچه تمام آیتم ها مربوط به همون تانک شدنه. یعنی حتی به لیول هم کمک میکنه، ولی خب بیشتر به تانک شدنه. 2 نفرشون باز مردن. شادوفیان هم خداحافظی. یارمون باز دابل کیل گرفت. 19-10 جلوی. حرفه‌ایاش میدونن دیگه بازیمون برده یا باخته.
این سمت راست نگاه بچه ها، وارد برای اینجا مواقع این هیرو رو ما داریم میبینیم اینجا. ببین الان میتونیم راحت بریم رکبش. یارمون رفت. خیلی خوب فرار کرد. شماره 10 چی میگه؟ اینجور میکوبه میاد اینجا مثلا ما رو بزنه. البته این هم بچه ها تانک ها در زن. شماره 10 هم هیروی تانکیه، یعنی تانک اوناه. یار ما رو کشتن. بله 2 نفر از ما رو کشتن. همین شماره 10 دابل کیل گرفت. علی سلیمانی. منم فرار کنم که اوضاع خیت. خب یکشونو کشتیم. مانا ندارم بچه ها، اگر نه این شماره 10 میمرد. مانا اومد خب، ولی خب کسی نیست که چرا یارمون اومد. آلچمیست اومد پشتش. مرسی. چه عجب ما دیدیم این آلچو. آلچم شاخ بشه بچه ها هیرو کری خوبیه. مثلا چی رو بگم، دستاش تو دیده نمیشم بگه اتک میده. خب هنوز 23-13. ما کلان 10 تا از اینا جلویم. حالا اینا هرچی کیل بگیرن ما 10 تا بالاتر. ما بچه هنوز یکی از تاورای ما رو نزدن، ولی ما تاورای اولشون رو کلن 3 تا لاین کندیم. نت بچه ها اگر ضعیفه قیمتی کردم نت رفت. چه نت طولانی شد. مال کیه اصلا نتش؟ خب دوباره نت رفت. بازم FPS من 70 همیشه 280 اینا بود. نت هم که امشب خیلی خرابه وقتش. خب یک کلی گرفتم بچه ها 24-13. نوشته مرسی دادا قربونت. خب بریم بچه ها رکب. آخ فرار کرد، ولی خب نه اومد. بزن یه تمام. 4 نفر روش میگه میتونه فرار کنه. میبینیم بچه یکم چه قوی شده. لول یکم به خاطر همین آیتم هست.
یه تقریبا به تاور سر بیسشون رسیدیم دیگه، لاین پایین. خب بریم اینجا این سوسک عزیز. تمام. خب بیا، خب میپریم چی مثلا بمیری. بیا، یکیشونو کشتیم، یکی از ما رو کشتن. خب او دو تا از ما رو کشتن، هم دو تا از ما رو کشتیم. شادافیان بای بک کرد، ولی خب فایده نداره. دراورنجر اینم فرار کرد. نه آره فرار کرد. و منم که طبق معمول تانکم، ولی خب بازم برو. اگه شادافیان برگرده لورون لول بزنه من داره بمیرم بچه ها. باید یه جوری کجا بری؟ بیا کمک. دیدین؟ کشتمش. داشتون کیلو گرفت. چاکرید. هنوز 28:16 دقیقه 27 میشه. نه یا داداش اسیر میشی. بازش با همین شادافیان که شد اسیرم شد. یارمونم خدایش خوب با هم دیگه مچ شدن. لف ندن خیلی کاره. البته بازشون که باخت، یا لف بدن یا ندن فکر نمی کنم بتونن ما رو بزنن دیگه. باشه با هم یکم میبینید، با یکم دیگه یونیزده همشون میمیرن. اینجا درگیری داریم. دراورنجر در سرویس تیریخش فعال کرده. بله 2 نفر یارمون رو زدن. نوشته دی یعنی ضعیفین. ضعیف مال 1 دقیقه شونه. نوشته 2 بار پرید دنسه خودش یک منتگره اون. راونجه بچه نگاه میگم هیرو شاخیه برای اینجور موقع هست. این دید اتمینا رو داشت میزد. خب یارم نداشتی. شماره 10 هم بمیر. شیل کرد حالا میمیره. 1 مرسی. ولی خب مال یارم شد. هم میبینن ما رو پا رو فرار میزنن. شادافین جان ما ایستا که میخوام بکشم. 1 سیخوری بزن. بازم مال من شد. خب یازی تاور 33:18 سایلنسر فکر کنم 6 نمیکنه. بچه ها نوشتن یادگاریه. بگو ما هم بدونیم.
فکر نمی‌کردم بچه‌ها با این هیرو بتونم 11 تا کیل بگیرم. این چی میگه؟ لولاتون خرج من نکنید. پایین چه خبره؟ کم پول جمع کنیم. خب 3 نفر شدن. بیان یارا برسیم. مرسی یارا. خب حالا بیا. خب نفر اول، نفر دوم یارمون دابل کیل. مرسی شمن. خب آیتم سرشانه هم بسته شد. اونم بچه ها سرشانه اگه گفتین مثل کدوم لبلامه سرشانه بچه ها دقیقا لول 1 همه که میزنم روش هیرو اسلو میشه. دقیقا مثل همونه. کل دوران هرچی هیرو یونیت هرچی که باشه اسلو میشن. این بهش میگن آیتم سرشانه. بزنیم اینا رو مگا کنیم. خب وسط مگا شد. دقیقه 34 37 19. دیگه ما تو بیسشون میگه یا جمع میکنیمشون یا لف میدن دیگه، چون به هر حال بازیشون باخته. این بچه ها این که زدن سرشونه بود. بله یارمون دابل کیل. یعنی 3 نفرشون باز مردن. آلش نگاه چه بد میزنه بچه ها. یعنی